دوستان این آش ترخینه در عین سادگی فوق‌العاده خوشمزه است، مخصوصا تو این هوای برفی. برای سرماخوردگی هم عالیه. انشالله که هیچ وقت سرما نخورین. پیاز داغ و ادویه و تخمینی که از قبل خیس کردیم و یه مقدار اسفناج خرد شده و آب میذاریم. بعد از اینکه به جوش آمد با شعله پایین 30-40 دقیقه بپزه و آماده بشه. اگه دوستش داشتی حتما لایک فراموش نشه. نوش جانت. دوستان این آش ترخینه در عین سادگی فوق‌العاده خوشمزه است، مخصوصا تو این هوای برفی. برای سرماخوردگی هم عالیه. انشالله که هیچ وقت سرما نخورین. پیاز داغ و ادویه و تخمینی که از قبل خیس کردیم و یه مقدار اسفناج خرد شده و آب میذاریم. بعد از اینکه به جوش آمد با شعله پایین 30-40 دقیقه بپزه و آماده بشه. اگه دوستش داشتی حتما لایک فراموش نشه. نوش جانت.